من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود يفوح هدى بإيماني. من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود تفوح هدى بإيماني. كتاب الله يجمعنا وهدي نبيه الغالي، وتوحيد لأمتنا بحب الصحب والآل. من القلب. من یک چیزی به شما میگم مسلمان ها، ناراحت نباشید، قرآن خدا را بفهمید، تلاوت قرآن عشق دارید، به معانی قرآن هم متوجه بشید که پردای قیامت با اشتباهی به محضر خدا نری و اونجا دیگه قسم ها نخوریم که ما نکرده والله ربنا ما کننا مشرکین. قرآن میگوید، الله میگوید چه کسی گمراه تر است از اون انسانهایی که یدعو من دون الله، فریاد میزنند میخوانند غیر از خدا، غیر از خدا. من به شما میگم فرشتگان خداند یا غیر خداند؟ بگید اگر شک دارید. و فرشتگان جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل خداند یا غیر خداند؟ انبیا نه بگید خداند، بگید اول خداند برید شما را چه فتوای گیر میاد؟ غیر خداند. اولیاء، ملک سیاهکو، بی بی دوست، شهسواران خداند یا غیر خداند؟ و اون معبودان هندوها را من نمیدانم نام ببرم. چه کسی گمراه تر است؟ چرا اینقدر دارن فشار میدن؟ بت 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 بت. و عیسایی ها عیسی ابن مریم میخواندن، عیسی ابن مریم بتی بود. ابو جهل ابراهیم خلیل الله را میخواند، بتیه. جبرائیل و میکائیل را میخواند، بتن. و قرآن آمده برای یک قومی، برای بت پرست. اگر کسی خورشید را میخواند، ماه و ستارگان را میخواند، آتش را مثل مجوسی ها پرستش میکند. مجوسی که بت پرستش نکرده آتش را پرستش کرده، انوارها را پرستش کرده، پس اونها را هم نگید. آیه عام الهی فتوای ضلالت میدهد. چرا به پیغمبر میزدند که این فتواها را میشنید و میگفته این محمد نعوذ بالله بیادبه. شما حلوا میدید ما را. و من اضل ممن یدعو من دون الله من لا یستجیب له. دیگه اگر اصول عربی را نگاه کنید، من برای ذوی کل یا برای غیر ذوی کل، اکثر و بیشتر اونهایی که اهل علمن این حرفها را میفهمند. من لا یستجیب له الی یوم القیامه. چرا جواب نمیدن تا روز قیامت؟ و هم عن دعائهم غافلون. انبیاء و اولیاء از حال شما خبر دارن؟ بگی خبر دارن. اگر خبر داشته باشد پیغمبر از روسیاهی های من و شما خودتان بگید آیا پیغمبر راحت است یا رنج است؟ نه راحت است. نه ابو جهل ها را میدید در گمراهی، پیغمبر اینقدر را ناراحت میشد که خدا میگه لعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. و بعد از وفات ناراحتیه یا راحته؟ من استدلالا میگم بعد از وفات مقربین را خدا میگه. سوره واقعه آخرش حالات من را بیان میکند. الله تعالی میگه منکران قیامت، اگر شما میگه قیامتی نیست. من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب
والود يفوح هدى بإيماني. من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني. شذاها الحب والود تفوح هدى بإيماني. كتاب الله يجمعنا وهدي نبيه الغالي، وتوحيد لأمتنا بحب الصحب والآل.